خدا را شکر تموم شد دیگه. امروزم خدا را شکر روز خوبی بود. خدایا شکرت امروز هم گذشت. کاکا کجای کاکا؟ بعد چشمات بشم. کو بیا بنویسه. بیا بنویس کجای قاضی رفته. چی بنویسم؟ وقت تموم. بنویسه قاضی رفت. نده چشمات. میخوام طلاق ما بگیرم. بنویس جان خودت. ای خانم همون تو میگی قاضی رفته، من به کی بنویسم؟ دادگاه تعطیل شد. منم دیگه این سری ده اون سری نیست. تو بنویس من طلاق مزی مرکه کج میخوام بگیرم. پول تا بده. یعنی شده علنگو دست ما بفروشم روی طلاق بزنم میزنم تو فقط طلاق منو بگیر. من کل وسیله‌مو جمع کردم میخوام برم ساعت 2. حالا به تو عریضه بنویسم. باشه بگو. بنویس. خب نامت؟ نام آنیل. چه؟ آنیل. ای بنویس. آنیل یعنی چی؟ ای خدا توبه. آنایتا لوپس مخفف شه. بنویس. خدا توبه. ها بنویس مرکه خب. کج. فامیلت؟ فامیل خطی بکش روی تو فامیلی. خطی بکش روش آتش میدم ای تو فامیلی که میا الان تو وضعیت بحرانی میا الان جا پشت من باشه کجاین ها؟ آتشی بده ورزیرش. ای عروسی یکی بر یکی اینای من رفتم گن کردم رقصیدم چمیدم. تو چی میگی؟ من میگم نام خانوادگی چیه؟ چیکار به طایفت دارم؟ ای خاک تو سرت خودی لفظ. یعنی همین کارایی هم میکنی با قرآن تو پیشرفت نمیکنی. تا 20 سالی دیگه باشه همینجا پشت در دادگاه میشینی. تو الان میاد اونجا پشت میز قاضی نشسته باشی طلاق من تو بنویسی. ای فلان کن نام خانوادگی تا بگو با قاضی رفت. خب بنویس. ای هشت پر یکیشون پر بگیره بره ها. هشت پر. نام پدر؟ از پدر ما میاری دلم خون میشه. چرا؟ بابام گفت بابا تا آخر عمرتم تو سینگلی بمونی بهتر از زنی مرگی کج بشی. آقا بابا دیدار به قیامت. ای بابا برادر ای برادر از زهر مار تو به چه مسگی زوزه میکشی. بنویس قاضی رفت. خواستم اظهار همدردی خشت کنم. بنویس. ای نگاه کن یه سری موارد خیلی مهمیه. ای اینا یا درست جواب بدی قاضی حتما طلاق صادر کنه. بنویس حکم یعنی فقط قصاص در ملای عام. یعنی قصاصش کنن وقتی خود جرثقیل میارنش این لنگایی تو 30 ساله لنگش مثل کلپگی پلپتک میزنه وایسم یعنی عکس سلفی بگیرم خود. بیچاره من قتل کرده اعدامش کنم. ای جوونی ماشم گرفت. زجگشم کرد. بنویس حالیت نی. نگاه کن دست به زن داره. دست بر کدو زنکه گرفته ها؟ چه؟ کو بدش. او زنکه نه این میخنده این مشکوک میزنه. ای هرچی عکس داری فیلم داری پیام بدی بده شریک کن دست برم پیش قاضی. ای که؟ ای همین مرکه کج. بگو شبا کنار من نمیاد بخواب سرش تو ای گوشی SMS میره. دست به زن داره. ای منظورم اینه کتکت بیزنه میشاپکت. خدا تو بابا بزنه. نمیزنه. کاکا تو که مثل برادر می ایجاد تا ایجاد تو سیاه کرده بیا نشونت بدم. نه نمیخوام. یکم میخوام نشون بدم. نه من هم تو در حدی خود بنویسی. نه من هم تو میفهمم. من هم تو ناخودآگاه. خب دست به زن داره. خب نفقه میده. بنویس همه چی میده. نفقه چه داده دولت ها؟ حتما یه چیزی دادن رو کارت یارانا ای کشید بالا به من نداده. اگه امیدوار قرآن دارم بری زیر تره. دولت نفقه میده. ها یه چیزی دادن ای به من ندادن. کی؟ همین قفقه ای. ای منظورم اینه که ای خورد خوراکی خرجی خودت بچه‌ها میده یا نه؟ ای بخوره تو سره. نمیده. من که خسیز پچه. ای پریشو ای بچه کوچکیم جوادو ای. گننه من حوس مرغ ستیکه کردم ای سوخاریا. گفتم برو پیش پدر کجت. خب رفته پیش پدرش از این تیرکمونای قرمزی خب داده دستش از این دشاخای کش قرمز داده دست بچه رفته هم بالای درخت همین گنجشکا چقوکای زده ای تو پت بالش کرده آمده گذاشته جلو من یک کاسه آرد همشته ای تو مالید و هر من گو بیا بخور ستی مرگ سبک بنویس قاضی را وقت گذاشته. این مورد خیلی مهمه. بگو. خوب جواب بده. معتاده؟ ای ماشاءالله باشه یعنی پاشتی قشنگ بردمش. من میگم ای تو حق تا خوردن تو بعد بخاله با اونجا میز قاضی نشسته بیدی. خیلی خوب میفهم. منم دکتریم. چطور به حق خودم نرسید. ای کاکا خاک تو سر خسیسش بشه معتادیه. کاش که معتاد خوبی هم بوده تریاکی زغالی میکشید.
آب روم نمیشه بگم چی میکشه؟ چی میکشه؟ علف میکشه. علف این خسیسیه 4-5 نفری میرن در مغازه یه نخ سیگاری میگیرن. ای خاک تو سرت مرده. یه نخ سیگاری میگیره خب توش خالی میکنه. خب توش میگیره خالی میکنه. قشنگ تو خالی که شد میگه بچه علفایا بیارید. ای خاک تو سرت. خب بشین مثل آدم پیکنیکا بیار یا زغالی بیار. خب میگیره یا این علفای به زور تو جا میده توی سیگار. 4-5 نفری اون میگه 3 تا حبس تو بگیر. اون میگه 4 تا هم نه 3 تا تو بگیر. 3 تا تو بگیر. دور میزنن. ای بچه داشت کنارش رد میشد. گفتم مرگ بچه ها بگیر. پاش افتاد تو جو پاشش کست تر 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 میخنده. مرگ بنویسه روز پنجشنبه. باشه مریه چیه؟ مریه ولش کن کاکا. اصلا ای مریه گذاشتم جونم بعد وقت جدا میشه مریه به دردت میخوره. بگو چیه مریه؟ نمیخوام. اصلا جلو قاضی اسم مریه هم نبر. هر چی هسته چیه؟ نمیخوام. 300 تا هست با 300 تا سکه؟ نه 300 تا شمش طلا؟ ای خدا مرگی من بده. اصلا بچون به من. خطرت بکش. هر چی اصلا 300 تا گل روز بچون به من. ای بفهمم میای تو پامل والا چاک درت تو جرت میدم. یه بیچاره تو که نمیگیریشون. خب بچون به من گناه داره. تو سرت من 300 تا بوسه چطور بوسه. ای خاک تو سرم خواهره کلم داغ میده. همه مریه میگیرن من مریه بابت و نباشه تو شانسی. والا خب نام شوهرت چیه؟ ها؟ نام شوهرت؟ نام شوهرم که اسمش از او دنیا در بیا یدالله. حیف این نام وری حیفش. خب فامیلش؟ ای فامیل اونم خیلی خوشم میاد. ای خاک تو سر من بشه این نام خانوادگیشو میگم. هیچ از طایفه سری. ها بنویس بتکن. ای من اینا جمع میکردم خاکی شد. ای بتکن کاکا. نه ای او بتکن. کیشو خاکی شده؟ خب ای بی صاحب بچه میتر کنی. این نام خانوادگیش بتکن. چی شد؟ بگیرش. آقا زنا دست روش نمیاد بلند کنی. بیار آقا رو زن دست بلند نمیاد بکنی. آقا یالا وحشی شده لغت میزنه. بگیرش. وحشی شده؟ علی قلقش دست خونده. بگیر. بیا پایین بشین آرام باش. بگید چادر داری قرمزی نیست بکن. آرام. آقا دست رو زن بلند نمی کنن. دست رو زن ها نه زنیه پس چیزیه؟ تو زیفه من گفتم برو در نانوایی نام بگیر. اومدی وردر دادگاه. در رامن تو جدا شد. تو عمر جوبی مایور در دادگاه اومدی چه خاکی تو سر من بود. آقا اومده میگه طلاق میخوام. طلاق میخوام. زود باشه قاضی رفت روز پنجشنبه. طلاق میخوای. بعد وقت طلاقی ما بگیری سگا زیر بارت میرم. بعد با کلی خواستگار داشتم یادت رفته مستگی موس میکردی. من موس. آقا یادت رفته او خود اون ننه خدا بیامرزت میرفتیم پیش ملاها دعا می دیگه تو اون سوراخی نوی تو دعا نکردی. آقا قاضی رفت. نگاه کن گوش کن. میگه تو معتادی. تو دست بزن داری میخوایش طلاق بگیره. من معتاد دست من نوشتم. همه دوربینا گفتی من شطرنجی کنیم. ده گفته نفقه هم گفته نمیده. من نمیدم. بله که نمیدی. گردنت مثل گردن گاویه. من نفقه نمیدم. نگاه کن کم خورده. تکلیف منو روشن کنین. رفت قاضی. حالا ایتو شد بنویس منم این جانب طلاق میخوام. تو هم طلاق میخوام. حالا که ایتوره منم طلاق بگی بره. بنویس این جانب. خب بنویس یدالله یتکن. یدالله دو تکن. بلقیس دل یدالله یا بگیر دولالخاش بتکن. اسمش بلقیسه. نه بگو آنیل هم کارای میکنه مثلا نمیسن. آنیل خاکی تو سر ما بشه. میفهمی دعوای ما سر چیه؟ تمام دعوای ما سر او بشقابو سیاه رو پشت بون. عجب. بله به بشقاب سیاه رو خونتو نصب کردی. بله من خر شدم. این همریش که امیدوارم معجزه بیا این همریش منو ای وسط دو شقش بکنه. تو ای کار همریش من گفت فوتبالا گویی بشقاب سیاه بر رو پشت بون فوتبالا یا صاف نگاه بکن. هم بدبختون کرده. این تمام قبل شمای قتل طلاق گرفتن. باش قاضی رفته. بابا
ما ای وقتی این بشقاب سیاه ایشتیم رو پشتوان خانم خودشه و سریال ترکی. بله بله. ای وقتی سریال ترکی ها نگاه میکنه زندگی ما از این ری شده. قشنگ. یعنی شب سریال میبینه، ساعت 2 نصف شب میرم لیوان آبی بخورم، خانم تکرار میبینه. بله بله. صبح میرم سر کار، خانم نشسته تکرار میبینه. ظهر گشنه تشنه ور میگردم خونه، خانم داره تکرار. او وقت منو بچه ها بخوریم ای پس کی ها؟ تو سر گرفتی یا کلفتی گرفتی تیر تو چشمات بیایه؟ مازه خب بابا اولی ما گرفتمش خوبی بود. الان نگاه نکن چادر پوشیده میخواد طلاق بید. ای وقتی ماواره بخونه ما اومده و این سرش توی گوشیه، یه روز میگه پول بده میخوام ابروها یا تاتو کنم. ای خاک تو سر تاتو اسمشم بلد نیست. یه روز میگه پول بده میخوام این لبا یا پورتوس کنم. پروتوز. میخوای تو سرشتری بشه. یعنی چه؟ یه مثل شطور خوشحالی داری. چطوری خانم؟ یه روز این دماغشو میبینی؟ این دماغی نوید. وقتی مادر خدا بیامرزش میگو وقتی به دنیا اومده دماغی به دنیا اومده. کم کم دست پا در آورده. ایده اصلا از ما پول دادیم اینا تراشته. هر چه در میاریم تو دماغ اینه. من بس بده بس خار مادر تو بی کلاسی باشم، میخوام با کلاسی باشم. کلاس کلا قبلا میرفت تو تنور نام میپخت، الان جرئت نمیکنه بره 3 متری تنوره. بله نمیرم. به خاطر چی؟ به خاطر گرما بخوره شده پلاستیکی او میشه میریزه پای تنور. من میدونم اینا همه مال و بشقاب سیاهیه که نصب کردی. برو اونا جمع کن برن سرخانه زندگی تو. خدا برن سرخانه زندگی. هر چی تو این بشقاب سیاه تبلیغ میکنه رمز دوم کارت منو داره، فرتی پیامک میده، پستی هم خدا را شکر در خونه ما خوابه. تا پیام میده اونم میگه بفهم این سری یه دستگاهی خریده بید، من فکر کردم ریش تراشیه. دادم ریش ما بتراش این کمباینیه. اینطوری ریشه منو میگیره ای بیخ ای ریشه اینطوری میزپاد میکشه. تو غلط کردی رفتی سن وسیلا من. به جان خودت تا 3 ماه یه پوتی وردور جرمت ای بیخ میکنده. آقا به خدا شما برین سر زندگیتون. تو این سن و سال شما بعیده. اون بشقاب سیاه زندگی برو جمعش کن برین سرخانه زندگیتون. هر ساله بلند میشدیم میرفتیم عید زیارت، 2 روز کیف میکن. پارسال عید گیر داده میگه من آدیم زیارت نمیم، من بور آنتالیا. بله میخوام برم آنتالیا، میخوام برم آفتاب بگیرم. ای شانس ما این کلپک هم میخواه آفتاب بگیرم. خیلی خوب برین به خدا ول کن. الان بلقیس به خدا شما مشکلتون فقط گفتم برین سرخانه زندگی. من هنو که هنوه بلقیس نیقو میکنه من دیونه میشم. نکن چقدر دوست داره خنده ها. نه نیقو میکنه. نیقو نیستن این تیر برنوی نیقو میکنه صاف میام میره تو قلبت. صاف میره تو قلب. این قلبشه جای دیگه شنو من اگر یعنی زن یک کپسولی شده بودم مایی یه هفته یه بار یه فسفسی میکرد، ولی این هچ کاکا دست میزنی من 12 تا بچه دارم. ای فستس یه بار تر رفتیدم. هرچه چقدر ای بده قاضی رفت. آقا به خدا برین سرخانه زندگی. من حرفی ندارم به خدا. یه دلله حرفی نداره. تو هم بیا برو سرخانه زندگیت. به خدا شوهر گیر نمیاد بلقیس. ای بل سینگلی بمونم بهتر. با چه سرکایی سینگل هم میکنه. بیا برو سرخانه زندگی تو برین. ما الان چون نیت کردیم الان نامحرمیم، با از اول خودبخت هنو هیچ طلاقی صادر نشده. راست می ما نیت کردیم طلاق بگیریم، یعنی ما نیتا ما قویه. بخون من تازه این بچه آخری من فقط نیت کردم بچه گیرم. نه بابا خب باشه آقا من تشا میخوانم. بلقیس من وکیلم. با اجازه همه ملت و مردم و این داوران محترم ده چیکار کنم؟ خاکی بر سرم کرد. بس شو انشالله بشقابه سیاه جمع بشن همه خوشبخت باشن. خدا حافظ.
4مین جشنواره بین المللی ستاره های صحنه. گیر کردی باش، میزدی واقعا هم میزدی. نه بابا ما کارمون زدن نیست. آقا جعفری میزد؟ اگه دستش میرسید میزد. نه من میانجی میکردم نمیذاشتم.